بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة 48 سؤالا في الصيام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. اینک ما درس‌های خود را دوام میدیم از رساله 48 سوال عاید روزه از آن شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین الله سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کند. درس ما آغاز می‌یابد تحت سوال 17. هل يلزم المسلمين جميعا في كل دول الصيام برؤية واحدة؟ وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟ یعنی سوال از چنین عبارت بود است که آیا لازم است برای همه مسلمان ها در کل دولت ها روزه گرفتن به سبب دیدن واحده، یک دولت دیده است؟ برای مثال میگیم یک فقط سعودی دیده است و مردم سعودی دیدن و دیگه مسلمان های دیگه کشور لازم است تابع از او شدن. این یک سوال. دویم سوال، و کیف یصوم المسلمون، مسلمان ها چگونه روزه می‌دارند در بعضی کشورهای کفری که در اونجا رؤیه شرعیه نمی باشه، یعنی که به طریق شریعت دیده نمی شود، فقط کلندری ها می. جواب: هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم، یعنی آید این مسئله اهل علم اختلاف کردند. کدام مسئله؟ یعنی یک دولت دیده باشد دیگه دولت‌های مسلمان ها چیکار میکنن؟ ای اذا رؤی الهلال في بلد من بلاد المسلمین و ثبتت رؤیته شرعا، یعنی اختلاف در این مسئله است که وقتی که ماه را دیده شود در یک کشور از کشورهای مسلمان ها و دیدن او از روی شریعت ثابت شده باشد، فهل یلزم بقیه المسلمین ان يعملوا بمقتضى هذه الرؤیا؟ آیا لازم است یعنی با باقی مسلمان ها و باقی مانده مسلمان ها عمل کردن طبق این رؤیه؟ فمن اهل العلم من قال انه يلزمهم ان يعملوا بمقتضى هذه الرؤيا. بعضی اهل علم گفتن که لازمه به اونها چیکار کردن؟ عمل کردن طبق همین رؤیه، همین دیده یک دولت دیده است به دیگرها هم لازم است. واستدلوا بعموم قوله تعالی، دلیل با عمومی قول الله تعالی آوردن، یعنی که اگر عمومی سخنی الله را نگاه کنید یعنی دلالت به آن میکند که دیدم باید که شما هم پیرو شید. فمن شهید منکم الشهر، از شما کسی که در این ماه حاضر باشد فلیصمه، همین ماه روزه گیرد. نگاه کنید از شما یعنی که همین از شما یعنی همین شما، اون دولت این دولت همه یک هستید. اگه از شما کسی که همین ماه را حاضر شود یعنی که ماه بیند روزه گیرد. و من کان مریضا، کسی بیمار باشد او علی سفر، در سفر باشد، فعدة من ایام اخر، از دیگر روزها، یعنی به شماره همین روزهای بیمارش، روزهای سفرش خوردگی باشد می‌دارد. و یقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که اذا رأیتموه فصوموه، وقتی که ماه بینید روزه گیرید. قالوا والخطاب عام لجميع المسلمين، گفتن که این خطاب عموم است برای همه مسلمان ها. و من المعلوم انه لا يراد به رؤية كل انسان بنفسه، و معلوم است که مراد از این دیدن هر یک انسان خودش تنها در نظر داشته نمی شود. همه یعنی که در یک شهر 1 میلیون کس زندگی میکرده باشه 1 میلیون کس بیند نیست که آخه، یعنی هذا متعذر، زیرا که این ناممکن است، ناعلاج است. و انما المراد بذلك اذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر، یعنی مراد از این چی بوده است؟ وقتی که وی را بیند یک کسی که به سبب دیدن او در آمدن ماه ثابت می شده باشد به دیگرها هم ثابت می شود. و هذا عام فی کل مکان، این در هر یک جا عام است، همه را در نظر میگیرد دارد. و ذهب آخرون من اهل العلم الى انه
اذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته. و دیگر از اهل علم به چنین خلاصه آمدند که وقتی که گوناگون باشد جایی بر آمدن آفتاب و ماهتابی همون قطعه، هر یک مکان اعتباری همون دیدن خودش را دارد. مثلا در بعضی جا آفتاب میبرد، در بعضی جا دیگه آفتاب بعد از نیم روز، بعد از یک روزی دیگه میبرد، در بعضی جا دیگه ماه هم همین طور. اما طالع یعنی برآمدگاهی آفتاب و ماهتاب میبرد. و اذا لم تختلف المطالع فانه يجب على من لم يروه اذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع ان يعملوا بمقتضى هذه الرؤيه. و اذا لم تختلف المطالع، وقتی که همون جایی برآمد آفتاب و ماهتاب گوناگون نباشد، فانه واجب است به هر یک کسی که ندیده باشد او را. اذا ثبتت رؤيته، اگر مبادا یعنی که دیدن ماه ثابت شده باشد در یک جایی که یوافق فی المطالع، موافق با اونها باشد در برآمدگاه، ان یعملوا بمقتضى هذه الرؤيا، باید که وایها چیکار کنن؟ موافق با همین رؤیا دیدن عمل بکنن. و استدل هؤلاء بنفس ما استدل به الاولون، اینها هم اول گروه عالم ها چی دلیل آوردن؟ دلیل اینها هم همین درسته، گفتن که ان الله تعالی یقول، الله تعالی میگه که فمن شهید منکم الشهر فلیصم، کسی از شما حضور کند، حضور شود در این ماه، روزش گیرد. و من المعلوم انه لا يراد بذلك رؤيه كل انسان بمفرده، معلوم است که مراد از این یعنی دیدن هر یک انسان را به تنهایی در نظر داشته نمی شود. فیعمل به فی المکان الذي رؤی فیه، یعنی عمل میکنه به همین در یک مکانی که در همون جا دیده شده است. و فی کل مکان یوافقهم فی مطالع الهلال، و در هر یک جای عمل کرده می شود که موافق به همونها باشد در برآمدگاه ماه. اما من لم یوافقهم فی مطالع الهلال، و کسی به اونها موافق نباشد در برآمدن ماه، فانه لم یره، و این دیدگی نیست، لا حقیقتا ولا حکما، نه یعنی از روی حقانیت نه از روی حکم. قالوا گفتند که و كذلك نقول، و همچنین میگوییم که فی قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونجا فرمود که اذا رأیتموه فصوموا، وقتی که شما ماه بینید روزه گیرید، و اذا رأیتموه فافطروا، وقتی که ماه بینید روزه را خورید. فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي، کسی که در یک جای باشد که همون جای موافق با جای بیننده نمی باشد، فی مطالع الهلال یعنی در برآمدگاه ماه موافقت نمی کنه، لم یکن را، دیدگی نیست، لا حقیقت ولا حکما، نه از روی حقیقت نه از روی حکم، دیدگی نیست. وقتی این بعد از 10 ساعت، بعد از 24 ساعت بعد ماهتاب در اینجا عادتا میبرد. قالوا گفتن و التوفیق الشهری كالتوقیت الیومی، یعنی وقتی ماه هم مانندی وقتی روز می باشد. ماه چه خیلی که میشناسید وقتش، روز هم من خیلی شناخته میشه، مثلا کدوم روز آفتاب میبرد در کدوم ساعت. فكما ان البلاد تختلف في الامساك والافطار اليومي، فكذلك يجب ان تختلف في الامساك والافطار الشهري. خیلی که کشورها فرق میکنن در باره روزه داشتن و افطار کردن در یک روز، مثلا بعضی جا بعد 1 ساعت افطار میکنن، بعضی جا بعد 5 ساعت. همچنین واجب است که باید که اختلاف باشن در روزه گرفتن و در افطار کردن ماهانه. چون بعضی شهر بعضی دولت میبینید که 8 روزه میگیره، بعضی دیگه بحث فردا. و من المعلوم ان الاختلاف اليومي له اثره باتفاق المسلمين، و معلوم است که اختلاف روزه یعنی که وقتی که روز که اختلاف دارد این یک اثر دارد به اتفاق مسلمان ها. چخیل میشه که در سعودی هم مثال گیریم بعد 1 ساعت افطار میکردی که باشه، ما هم حتما که تابع سعودی شویم چیکار کنیم؟ افطار کنیم. نمیشه خیلی. فمن كانوا في الشرق فانهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب، مثلا کسانی که در شرق هستن و ها روزه دار میباشن پیش از اینکه قبل از کسانی که در غرب میباشن، در غرب دیگه تیز چیکار میکنن؟ افطار میکنن. و یفطرون قبلهم اذا، و از وایها پیش چی افطار میکنن.
فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي فإن مثله تماما في التوقيت الشهري. وقتی که ما حکم کردیم قواعد گوناگون بودن برآمدگاه ها را در وقت روزی، البته مثل او می باشد تماما در توقیت شهری، یعنی ما هم وقتش پیشاقب شدنش ممکن است. ولا يمكن ان يقول قائل، یگان کس گفته نمیتواند که قول الله تعالی میفرماید فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، اکنون شما به زنها خفت خیز کنید و الله برایش دان چیزی را که کتابت کرده باشد درخواست و طلب کنید و کلوا و اشربوا، بخورید و بنوشید حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الفجر من الخيط الاسود من الفجر، یعنی بخورید و بنوشید تا اینکه برای شما روشن شود رشته، یعنی سفید صبح از رشته سیاه، از رشته سیاه شب. ثم اتموا الصيام الى الليل، بعد از آن شما روزه را به شب برده رسانید. و قوله صلی الله علیه و سلم، قول پیغمبر که اذا اقبل الليل منها هنا، وقتی که شب از اینجا سر زند، و ادبر النهار منها هنا، و روز از اینجا یعنی که پشت سر شود، و غربت الشمس، و آفتاب چی غروب شود، فقط افطر الصائم، روزدار روزش چی افطار میکند. لا يمكن لاحد ان يقول ان هذا عام لجميع المسلمين في كل الاقطار، هیچ ممکن نیست یک کس گوید که این عمومی است برای همه مسلمان ها در هر یک قطعه و کنار و گوشه زمین، یا خیلی نیست. وكذلك نقول في عموم قوله تعالى، همچنین در عموم قول الله تعالی چنین میگویم فمن شهید منکم الشهر فلیصم، کسی از شما در این ماه حضور داشته باشد روزش گیرد. و قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذا رأیتموه فصوموا، وقتی که ببینید او را روزه گیرید، و اذا رأیتموه فافطروا، وقتی که او را دیدید و روزه را خورید. وقتی تمام شد این ماه رمضان هم. خب و هذا القول كما ترى له قوته، خیلی که میبینی این سخن یک قوتی خودش دارد. بمقتضى اللفظ، از جهت لفظ، یعنی موافق به لفظش نگاه قوت دارد. و نظر صحیح، اگر کسی نظری درست اندازد این هم یک چی قوت دارد. و قیاس صحیح ایضا، و قیاسی درست هم دارد. قیاس توقیت شهری علی التوقیت الیومی، مثلا میتونیم ما چیکار کردن؟ قیاس کردن وقت ماهی را با وقت روزی. وقتها روزانه فرق دارن یا دیگر فرق دارن؟ معلوم است که ما هم فرق دارد، ما هم از روزی عبارت است. و ذهب بعض اهل العلم الى ان الامر معلق بولی الامر، بعض اهل علم به چنین آمدن که این کار وابسته به همون ولی الامر، یعنی که رهبر دولت في هذه الدليل مسألة. فمتى رأى وجوب الصوم أو الفطر مستندا بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه. وقتی که می حاکمی شهر گویم یا که حاکمی دولت، رئیس دولت واجب بودن روزه را یا که واجب بودن فطر با دلیل آورده به دلیل شرعی گوید، دیگر واجب است چیکار کردن؟ عمل کردن موافق به طلب او، لئلا یختلف الناس، تا اینکه مردم در اختلاف نغلطن نافتن و یتفرقوا تحت ولایت واحده، تا اینکه در زیر یک ولایت پراکنده نشوند. و استدل هؤلاء بعموم الحديث، ایشان با عموم حدیث دلیل آوردن که الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، یعنی روزه است که همه مردم روزش می‌دارند و یعنی که خوردن یک روزی است که همه مردم روزش می‌خورند. ترمذی روایت کرد، شیخ البانی نه صحیحش گفته است. هیچ معلوم ممکن نیست که یک باره مردم روزه دارن یک باره دیگه خورن. و هناك اقوال اخرى، در اینجا با دیگه سخنها هم هست، ذکرها اهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المساله، که آیه این دیگه با سخنها را اهل علم ذکر کردن، نقد کردن این خلافا را در این مساله. و اما الشق الثاني من السؤال، اما پهلوی دومی سوال، پهلوی دوم از چی بود؟ مخیگر درست که پهلوی دوم قریب از خاطر ما برآمد. یعنی پهلوی دوم میگه چه خیلی یعنی مسلمان ها روزه میگیرن در کشورهای کافره که در اونجا میسوگریم رؤیه شرعی واقع نمیشود. و هو کیف یصوم، گفت الشیخ فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، و يوم میتوانند که اثبات کنند ماه را از طریق شرعی، و ذلك بأن يتراءوا الهلال اذا امكنهم ذلك، اینا هم برآمده ماه تماشا کنند اگر امکانشون باشد. فإن لم يمكنهم هذا، اگر باشه این امکانه نباشه، فإن قلنا بالقول
الاول که اگر ما با قول اول در این مسئله گوییم فإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد اسلامی، وقتی که دیدن ما در یک کشور اسلامی که در نزدیک به همون کشور کفر می باشد ثابت شده باشد، فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية و یا موافق به همین رؤیه چیکار میکنن؟ عمل میکنن، سواء رأوه او لم يروه. فانا رخایشون در کشور کفر ما دیدن یا که ندیدن. و اذا قلنا بالقول الثاني، اگر با قول دویم گیریم و هو اعتبار كل بلد بنفسه، یعنی اعتبار دادن هر یک کشور را، هر یک کشور همون دیدن خودش اعتبار داده میشدنی باشد. اذا كان يخالف البلد الاخر في مطالع الهلال، اگر در دیگر کشور در برآمدگاه ماه فرق داشته باشد، چه یعنی که اینا در کشور کفر ساده تابع سعودی میشن. ولم يمكن من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه، اگر امکانیت نداشته باشند انیخ کردن دیدن را در کشوری که ایشان در آنجا هستند، فإنهم يعتبرون اقرب البلاد الاسلامی الیهم، و یچکر منن اعتبار میدهند از همه نزدیکترین کشور اسلامی با وایها کدام است، انا ما همونا رو دیده عمل میکنن. لأن هذا اعلى ما يمكنهم العمل به، زیرا که این از همه عالی ترین آن چیزی است که برایشان امکان است طبق آن عمل کردن. نكتفي، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.